به نظر شما برای درآوردن 100 میلیون دلار چند سال باید کار کنید؟ به فرض مثال شما تو کشور آمریکا باشید و سالانه 75,000 دلار درآمد داشته باشید. حدوداً 1334 سال باید کار کنید. تازه هیچی هم نباید خرج کنید و هر چی که در میارید رو باید پس انداز کنید. و یا ایلان ماسک باشید و تو یک روز 100 میلیون دلار پول بسازید. اما باز هم یک روز طول میکشه. برای اینکه بدونی تو 5 ساعت چجوری 100 میلیون دلار پول بسازی، با ممی تا آخر ویدیو همراه باش. در سال 1968 در ایتالیا پسر بچه‌ای به دنیا میاد که اسمش رو میذارن لئوناردو. فامیلیش هم نوتار بارتولو بوده. این پسر بچه در دوران جوونیش عاشق دزدی‌های هنری و دستبرد به بانک‌های بزرگ میشه و در سال 2000 در سن 32 سالگی لئوناردو تصمیم میگیره یه سرقت 100 میلیون دلاری الماس رو تدارک ببینه و شروع به کار بکنه. الماس‌ها زیر ساختمونی تو بلژیک بودن که تو این ساختمون در سال 2003 حدود 3 میلیارد دلار الماس فروخته شد که تقریباً 85% الماس‌های دنیا از این ساختمون رد میشن. و اگه به این ساختمون نگاه کنیم خیلی بیشتر از جثه خودش سرمایه توشه که این الماس و ثروت توی گاف صندوق بزرگ نگهداری میشن که یه گروه نظامی هم وظیفه‌شون فقط نگهبانی از این ساختمون و یه سیستم ایمنی به شدت ایمن که با کوچکترین تحرک و احساس خطر این سیستم پارکینگ‌های دور تا دور این ساختمون بسته میشن تا کسی نتونه خارج بشه و برای این کار ستونای فولادی از زمین بیرون میاد. تو طبقه پایین این ساختمون یه گاف صندوق بزرگ وجود داره که رفتن پیش اون تقریبا غیر ممکنه، چون چندین سیستم ایمنی رو باید رد کنی تا بتونی به گاف صندوق برسی. دقیقاً دم در این گاف صندوق دوربین‌های مخفی وجود داره که شبانه روز اونجا رو تحت نظر دارن و یه قفل رمزی وجود داره که تقریباً 100 میلیون رمز بهش میخوره و پیدا کردن رمز رو ناممکن میکنه. تازه قفل کلیدی هم وجود داره که بعد قفل رمزی باید اون رو باز کنی و این قفل‌ها به معنی باز شدن گاف صندوق نیست. وقتی این در باز میشه یه در دوم وجود داره که اونم کلید مخصوص خودش رو داره. حالا بر فرض محال در دوم رو هم باز کردی. اول اینکه دوربین‌ها همه جا رو میگیرن و به جز دوربین‌ها سنسورایی وجود داره که اگه کوچکترین نوری روشن بشه آژیرها رو به صدا در میاره. و اون یکی سنسور حرارتی یا گرماییه که گرمای هر موجودی رو حس کنن سر و صدای آژیرا رو در میاره. و شاید با خودتون بگید خب چرا درها رو سوراخ نمی‌کنن؟ در اول حدوداً 12 تن فولاده که با بهترین دریل ها 12 ساعت طول میکشه و یه کار غیر ممکنه، چون سنسورهای در هم با کوچکترین تحرک صدای آژیرا رو در میاره. و به خاطر همین سرقت و دزدی از این گاف صندوق جزو خفن‌ترین سرقت‌های دنیا شمرده میشه. قبل اینکه بریم سراغ این سرقت، لایک ویدیو یادتون نره، نادخیا. تو طبقات بالای این ساختمون دفترهای اجاره‌ای وجود داره که در سال 2000 لئوناردو یکی از این دفترها رو اجاره میکنه و یه کار کوچیکی رو شروع میکنه تا اعتماد بقیه رو به خودش جلب کنه، چون کسایی که تو این ساختمون دفتر داشتن کلید دم در ساختمون رو داشتن و میتونستن هر ساعتی که دلشون خواست وارد این ساختمون بشن. تو این ساختمون صندوق امانات هم وجود داشت، آدما میتونستن چیزای با ارزش خودشون رو اونجا بذارن و اگه کسی توی این صندوق‌ها الماسای زیادی داشت میتونست اونا رو به گاف صندوق ببره، اما همراه با یه نگهبان. لئوناردو با یه دوربینی که جاساز کرده بود با نگهبان رفت تو و بدون اینکه کسی بفهمه لئوناردو دوربین همراشه تونست عکسای زیادی رو از اونجا بگیره تا بتونه بررسیشون کنه. ولی به تنهایی که نمیشد، اون 4 نفر آدم حرفه‌ای در این زمینه رو استخدام کرد تا با هم دیگه نقشه سرقت از این گاف صندوق رو بکشن. اونا یه کارگاه خارج شهر گرفتن و یه گاف صندوقی شبیه گاف صندوق ساختمون گرفتن تا روی اون بتونن کار کنن و تمرین کنن. اونا 3 سال تمام با اون گاف صندوق بدلی تمرین کردن و لئوناردو تمام سرمایه خودشو گذاشته بود تو این کار که در 15 فوریه 2003 که به خاطر یهودی بودن بیشتر کارکنان اونجا لئوناردو و گروهش روز شنبه رو انتخاب کردن، چون یهودی‌ها روز شنبه سر کار نمیرن و لئوناردو فهمیده بود نگهبانا هم روز شنبه بدون اینکه کسی بفهمه سر کار نمیرن و نیستن. اولین کاری که لازم بود انجام بدن غیر فعال کردن سنسورا بود که اونا با تحقیقاتشون فهمیده بودن با اسپری مو میتونن این کار رو بکنن و برای همین لئوناردو روز قبل سرقت با نگهبان رفت داخل و چون اعتماد اونا رو جلب کرده زیاد کاری
نگهداریش نداشتن و لئوناردو هم بدون اینکه کسی متوجه این بشه که اسپری رو روی سنسورها زده. گروه لئوناردو با یه ماشین اجاره‌ای ساعت 12 شب به رانندگی لئوناردو میرن سمت ساختمون. با اون 4 نفر میرن که سرقت رو شروع کنن. اونا تصمیم میگیرن در یکی از دفترها رو بشکنن و از اونجا وارد شن. اما از شانسشون اون دفتر دزدگیر داشت ولی سنسورش خیلی قدیمی بود، جوری که با گرفتن یه تلق پلاستیکی جلوی سنسور تونستن راحت رد شن. اونا دوربین دم در رو از بغلش رد شدن و با یه کیسه پوشوندنش و حالا وقت باز کردن قفل رمزیه، قفلی که رمزش هر روز عوض میشد. ولی لئوناردو که بیگدار به آب نمیزنه، اون یه دوربین کوچیک اونجا جاساز کرده بود که اون قفل رو نشون میداد و میتونستن یه جوری بفهمن رمز هر روزی چیه و حتی اینم فهمیده بود که کلید در اول تو کمدیه که اونجا هست. خب منطقیه انقدر به رمز و سیستم ایمنی اعتماد داشتن، به کلید زیاد اهمیت نمیدادن. حالا نوبت در دوم که خب یه قفل خیلی معمولی داشت و این گروه هم کارشون سرقت و دزدیه. خیلی راحت تونستن قفل رو باز کنن و رفتن تو. این 4 نفر به اون اسپری که لئوناردو زده بود اعتماد نکردن و با چسب و کیسه پوشوندنش تا خیالشون راحت بشه. اونا تو تاریکی مطلق شروع به کار کردن و حدود 5 ساعت تو گاف صندوق بودن و تونستن تو این مدت 100 میلیون دلار الماس رو جمع کنن و بیان بیرون. همه چی خوب پیش رفته بود تا زمانی که یکی از اون 4 تا دستکش خودش رو جلوی در اونجا در آورد و انداخت زمین و همون آدم ساندویچی که نصف خورده بود رو هم انداخت بیرون و پلیس هم با استفاده از دی ان ای اون فرد تونست پیداش کنه و فردای همون روز دستگیرش کردن. و لئوناردو با بقیه قرار گذاشت که من میرم و اعتراف میکنم و گردن میگیرم دزدیو و میگم که بقیه هیچ کارن و با این کار 10 سال زندان براش بریدن و ما نگفتن جای الماس و حتی انکار این که من 100 میلیون ندزدیدم بلکه 20 میلیون دلار الماس دزدیدم. 4 سال دیگه هم اضافی کردم به زندانش و سال 2017 آزاد شد و همشون از اون موقع تا الان زیر نظرن تا ببینم میرن سراغ الماس ها یا نه. به نظر شما این 5 نفر اون الماس ها رو کجا گذاشتن؟ تو کامنت ها براممی بنویسید. تو یه نادخ واقعی که تا اینجا با ممی همراه شدی، پس با دیدن باقی ویدیوها ممی رو هم شاد کن.